درود بر بینندگان عزیز برنامه قهوه خشک. در حالی که رهبران جهان در تاووس از آینده اقتصاد و امنیت جهانی سخن میگویند، مجموعه خبرهایی هم که همزمان از کانادا و آمریکا و خاورمیانه ایران میرسه نشون میده جهان وارد مرحله تازه و پیچیده شده. مرحله که در اون از قطعیت‌های آینده و گذشته عبور کردند و قطعیت‌های گذشته دیگه وجود نداره و سیاست جهانی بیش از هر زمان دیگه‌ای بر پایه احتیاط، بازدارندگی و مدیریت ریسک پیش میره. سخنرانی مفصل مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در مجمع جهانی اقتصادی از همین زاویه قابل فهمه. ایشون صراحتاً گفته نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد دیگه کار نمیکنه. کشورها نمیتونن مثل گذشته فرض کنن که نهادهای چند جانبه یا اتحادهای قدیمی امنیت و ثبات رو تنظیم خواهند کرد. تاکید ماکارنی بر خود اتکای راهبری، ائتلاف‌های موضوع محوری و افزایش توان داخلی نشون میده که حتی کشورهایی که بیشترین سود رو از نظم قدیم بردن حالا خودشون رو برای جهان بی‌ثبات‌تر آماده میکنن. در همین چارچوب موضع کانادا درباره گرینلند هم معنا پیدا کرده. در حالی که گزارش‌ها درباره پیشنهاد اجاره 99 ساله این جزیره به کانادا منتشر شده، دولت اتاوا تاکید کرده که آینده گرینلند تنها به مردم اون و دولت دانمارک مربوط میشه و هیچ کشور دیگه‌ای حق تصمیم گیری نداره. این موضع گیری در کنار مخالفت کانادا با تعرفه آمریکا علیه حامیان گرینلند تلاشی برای حفظ حداقل حقوق بین‌المللی در فضای رقابتی قدرت‌ها و آشکار شدن این داستان. همزمان گزارش کلوب اند میل درباره تهیه یک سناریوی دفاعی فرضی از سوی ارتش کانادا در برابر حمله احتمالی آمریکا، هرچند بسیار بعید توصیف شده، پیش از اون که نشانه تهدید واقعی باشه، بیانگر کاهش اعتماد راهبری بین متحدان سنتیه. جهانی که کارنی از اون حرف میزنه جهانی است در آن حتی متحدان نزدیک هم ناچارند بدترین سناریو رو روی میز بگذارن. در خاورمیانه کانادا از پیوستن به هیئت پیشنهادی آمریکا برای نظارت بر حکومت و بازسازی غزه خودداری کرده. وزیر دارایی کانادا گفته این طرح هنوز جزئیات روشنی نداره. این تصمیم نشانه دیگری از فاصله گرفتن کشورهای غربی از ابتکارات یک جانبه و حرکت به سمت رویکرد محتاطانه تر میده. اما در این بین همه این تحولات گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران جایگاه ویژه‌ای داره. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تشکیل یک هیئت حقیقتیاب مستقل برای بررسی احتمالی ارتکاب جنایت علیه بشریت در سرکوب اعتراضات اخیر شده و از آمارهای بسیار بالای قربانیان و بازداشت شدگان نسبت به گزارش‌های قبلی سخن میگه. این گزارش یادآور اونه که در جهانی که پر از رقابت قدرت‌ها، بحران انسانی‌ها به راحتی به حاشیه رانده میشن، مگر اینکه به طور مستمر یادآوری بشن. در همین زمینه تجمعات ایرانیان خارج از کشور از کشور مقابل سفارت امریکا گرفته تا دیگر مراکز دیپلماتیک گسترش پیدا کرده. بخشی از تلاش‌ها برای زنده نگه داشتن توجه بین‌المللی به وضعیت ایرانه. این تجمعات بیش از آن که نشانه انتظار برای دخالت خارجی باشه، تلاشی برای حفظ فشار سیاسی و اخلاقی بر دولت خواست. اون هم در زمانی که خود دولت‌ها بیش از هر زمان دیگه درگیر مسئله امنیتی و رقابت‌های راهبری خودشون هستن. بحث تغییر حکومت در ایران نیز در چنین فضایی مطرح شده، فضایی که در اون نه مداخله خارجی محتمل هست نه بی‌تفاوتی کامل. ممکنه همین شنبه یا یک شنبه جنگی رخ بده.
و اما روند تحولات ایران همانند بسیاری از نقاط دیگر جهان در تقاطع فشارهای داخلی، انزوای سیاسی و تغییر توازنهای بین‌المللی شکل می‌گیرد. به همین دلیل نگاه‌ها بیش از پیش به پویایی درون جامعه ایرانیه و توان اون برای سازماندهی مطالب خود معطوف شده. مجموعه این خبرها تصویری از جهانی رو نشون میدن که در آن قواعد قدیمی در حال فرسایشند، اما جایگزین‌های پایدار هنوز شکل نگرفته. جهانی که در آن دولت‌ها محتاطانه و اتحادها انعطاف پذیرتر و مسئولیت تغییر بیش از گذشته بر دوش خود جوامع افتاده است. خب در این قسمت از برنامه میخوام سوالی بکنم. میدونستید فاصله آخرین سخنرانی دیکتاتورها تا لحظه سقوطشون گاهی فقط چند ساعت یا چند روز بوده؟ چاوشسکو با اون سخنرانی معروفش از بالکن هنوز صداش در بلندگوها میپیچید که فردای همون روز قدرت از دستش رفت و همه چی فرو ریخت. بن علی در تونس شب با مردم حرف زد، صبح برداشت کشور رو ترک کرد. حسنی مبارک در مصر با لحنی آمرانه گفت میمانم، اما تنها یک روز بعد مجبور به رفتن شد. قذافی از طرفی، صدام از طرفی دیگه. نکته اینجاست که دیکتاتورها همیشه فکر میکنن هنوز قدرت دارن. همیشه تصور میکنن که این سخنرانی ها میگذره و همه چی در سکوت پیش میره. این اعتراض ها هم خاموش میشه. این بار هم میشه با زور دوام آورد، اما تاریخ نشون داده لحظه فروپاشی اغلب ناگهانی و بیخبره. بسیار نزدیکتر از اون چیزی که در کاخها تصور میکنید امروز در ایران وقتی مردم بیدفاع رو میکشند، وقتی از اقتدار حرف میزنند، این نشانه نه نشانه قدرت که علامت ترسه. ما اینجا دور از وطن با یاد و تاریخ ایستاده ایم تا بگوییم هیچ ظلمی ابدی نیست و هیچ دیکتاتوری از حکم تاریخ فرار نکرده. صدای مردم ایران ممکنه سرکوب بشه اما خاموش نمیشه. وعده ما هر هفته شنبه در دانتان ونکوور یا در مراکزی که در کشورهای مختلف اعلام شده.
به پایان رسید دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا دیداری دیگر و درودی دوباره، اگر زنده ماندیم. بدرود.